سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی. امروز شما را با یکی از مهمترین پروژه‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ازبکستان آشنا می‌سازیم. بازار مشترک ایرتام که در شهر ترمز ازبکستان در نزدیکی بندر حیرتان افغانستان موقعیت دارد. این مرکز تجارتی با هدف گسترش روابط اقتصادی، افزایش دادوستد، حمایت از تاجران و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری میان دو کشور ایجاد شده است. این بازار به عنوان پلی برای اتصال آسیای مرکزی و افغانستان شناخته می شود و نقش مهمی در توسعه تجارت منطقه ایفا می کند. در بازار مشترک ایرتام، تاجران افغان و ازبک می توانند کالاهای خود را با سهولت بیشتر عرضه و خرید و فروش کنند. همچنین امکاناتی مانند مراکز لوجستیکی، انبارها، خدمات گمرکی، هتل، مراکز صحی و سایر خدمات مورد نیاز تاجران در این مجموعه فراهم شده است. از ویژگی‌های مهم این مرکز، ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان، کاهش برخی هزینه‌های تجارتی، تشویق سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات و واردات میان دو کشور است. این اقدامات می‌تواند زمینه اشتغال، رشد اقتصادی و همکاری‌های پایدار را برای مردم افغانستان و ازبکستان فراهم سازد. کارشناسان باور دارند که توسعه بازار مشترک ایرتام نه تنها روابط اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند افغانستان را به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی و تجارتی در منطقه تبدیل نماید. سپاس از اینکه تا پایان این برنامه همراه ما بودید. اگر این گزارش برایتان مفید بود، آن را با دوستان خود شریک سازید و برای دریافت گزارش‌های بیشتر، صفحه ما را دنبال کنید. تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.